حي على الفلاح حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. عرض سلام و ادب و احترام مجدد دارم خدمت همه نمازگزاران محترم و در آغاز خطبه خود و همه نمازگزاران محترم رو به رعایت تقوا در همه امور زندگی توصیه و سفارش می نمایم. یکی از بحث های خیلی مهم برای یک مؤمن که باید مد نظر قرار بدهد ثبات و پایداری و استقامت در دین هست، مداومت بر اعمال صالح هست. این که اعمالی که انجام میدهد، طاعات و عباداتی که انجام میدهد رو بر آن استقامت، پایداری و مداومت داشته باشه. این گونه نباشد که حالا با مثلا با آمدن ماه مبارک رمضان یک سری طاعات و عبادات داشته باشه، بعد از رمضان طاعات و عبادات رو رها بکند، یا اینکه اصلا بالاخره در اثر یادگیری یک سری علوم شرعی و احکام اون احکام رو یاد بگیره، عمل میکنه، بعد از چندی که گذشت دوباره اون عمل رو رها بکنه، اون اعمال طاعات و عباداتی که یاد گرفت و انجام داد رهایش بکند. بلکه ما موظف هستیم به استقامت و مداومت و پایداری بر اعمال. و الله سبحانه و تعالی در این رابطه میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. کسانی که گفتند پروردگار ما الله است و این را تحقق بخشیدن در زندگیشون، ربوبیت الله، الوهیت الله، توحید را هم در قول و شعار و هم در عمل در زندگی پیاده کردند، نه اینکه فقط به زبان گفتند، چون که ایمان که زبان نیست فقط، ما وقر فی القلب و صدقه العمل. ایمان آن چیزی که در قلب استقرار پیدا بکنه و در عمل به نمایش گذاشته بشه، نشون داده بشود.
قول باللسان، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان. هر سه باید باشد، هم تصدیق قلبی، هم اقرار زبانی و هم عمل با اعضا و جوارح و ارکان باید باشد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت ورزیدند بر اون چه که گفتند، پایداری کردند. مشکلات به وجود می آید با گفتن ایمان آوردن و انتخاب راه دین، مشکلات به سراغ انسان میاد، اما استقامت لازم هست. لازمه کار، لازمه راه استقامته. به همین خاطر الله سبحانه و تعالی در سوره عصر، سوره بسیار کوچیکی هست اما پر محتوا هست، بفرماد بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر لازم هست در راه حق. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اگر میخواهیم با خیال راحت از این دنیا بار سفر رو ببندیم، با آن لحظه سخت احتضار و جان دادن و انتقال از این دنیا به عالم برزخ برای ما راحت باشد، خالی از نگرانی باشد، با خیال راحت باشه، شرطش اینه که ایمان و استقامت داشته باشیم. ملائکه نازل میشه بعد بر کسانی که استقامت داشتند که شما نترسید و حزن و اندوهی هم نداشته باشید. بشارت بهش میدن، مژده بهش میدن. به چی میدن؟ بالجنة التي كنتم توعدون، به همان بهشتی که وعده داده میشدید بشارت بگیرید. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. ما دوستان اولیاء شما در دنیا بودیم و در آخرت هم هستیم. ملائکه دوست مؤمنه. حالا ممکنه این دوستی رو مؤمن در این دنیا احساس بکنه یا احساس نکنه. ملائکه رو نمیبینیم، عالم غیب هست، ولی دوستان مؤمنین هستن، پشتیبان مؤمنین هستن، نصرت میکنن مؤمن را در مقابل شیطان، در مقابل دشمنان. یکی از وظایف ملائکه، وظایف مختلفی دارند، یکی از وظایف مهم اونها حفاظت و حراست از مؤمنین است. پشتیبانی کردن و نصرت مؤمنین از وظایف ملائکه هست. خیلی وقتا از ما حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن، نصرت میکنن، حفاظت و حراست میکنن، ما خبرمون هم نمیشه، بلاها از ما دور میشه. همینطوری دور نشده، ما متوجه نیستیم. بس نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در پاسخ درخواست اون صحابی جلیل القدر که از رسول صلی الله علیه و سلم درخواست نصیحت کرد و درخواست وصیت و سفارش کرد، گفت که مرا نصیحتی بکن. ایشان فرمود قل آمنت بالله ثم استقم، بگو به الله ایمان آوردم و بر همین استقامت داشته باش. پس بحث استقامت بحث مهمی هست، مخصوصا در دوره‌ای که فتنه ها سراسر زندگی که مسلمان را در بر گرفته. از هر طرف میبارد فتنه شبهات و فتنه شهوات، شبه پراکنی در رابطه با اصل اسلام و اصل نبوت و قرآن و دین و شهوات و فتنه شهوات، از کانال‌های ماهواره گرفته تا شبکه‌های مجازی و اینترنت و دیگر رسانه‌هایی که در دست دشمن هست. لذا پایداری و ثبات بر انسان مؤمن لازم هست. ما خوشبین هستیم، ما امیدوار هستیم، ما بدیمنی نمی کنیم، بلکه جامعه ما در حال رشد هست. جامعه ما اگر بخوایم با 50 سال 40-50 سال قبل مقایسه بکنیم خیلی جامعه بهتری داریم، رشد یافته تر، توسعه یافته تر هستیم از 50 سال قبل. واقعا این گونه است، شکرگزار نعمت الله سبحانه و تعالی هستیم. این به برکت، به فضل الله، به برکت تلاش بزرگان و علما بوده. هرچه علم بیشتر منتشر بشود جامعه رشد میکنه. علم دین الان خیلی بیشتر از گذشته منتشر شده در بین اقشار جامعه. به همین خاطر فرهنگ مردم، فرهنگ اسلامی مردم بالاتر رفته، خیلی بیشتر شده. اینجا مجال این نیست که ما بخوام مصداق بیاریم، مثال بیاریم، دلیل بیاریم، اثبات بکنیم، ولی واضحه. لذا ما شکرگزار این نعمت‌ها باید باشیم. تعاملات، اخلاق و برخورد انسان‌ها با یکدیگر خیلی بهتر شده. بر اساس اسلام قرار داده شده. الان با گذشته این نبوده. به هم دیگه رحم نمی‌کردن مردم. الان مردم رحم دارن، عطوفت دارن، مهربانی دارن.
پشتیبان همدیگر هستن. کافی یه جا بشنن فلان کس مریض شده، تو گروه ها، تو فضای مجازی همه کمک میکنن. کجا قبلا اینطور بوده؟ خیلی الحمدلله ما شکرگزار نعمت های الله باشیم. اما به نعمت ربک فحدث. الان هر جوانی بهش بگی یه چیزی بهش بدی، هدیه بهش میگی جزاک الله خیرا. قبلا کسی این چیزا سرش میشد؟ میفهمیدن؟ تازه جوابش هم بلد میگه و ایاکم. این یک مثال خیلی کوچیک است. اما بحثمون حالا ثبات و استقامت در دین خیلی مهمه، اما عوامل و اسبابی که ما را کمک میکند که پایداری بکنیم، که استقامت داشته باشیم، چه چیزهایی هستند؟ به طور خلاصه چند مورد رو ذکر میکنم و موارد دیگر رو به خطبه آینده موکول میکنم. یکی از عوامل و اسباب خیلی مهم در این که به ما کمک بکنه استقامت بر اعمال خودمون داشته باشیم، ثبات داشته باشیم، مداومت داشته باشیم، دعا کردن هست. این که از الله سبحانه و تعالی بخواهیم، متوسل به خودش بشیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام ابن القیم رحمه الله در رابطه با همین آیه، یک آیه سوره هم 2 جلد کتاب نوشته. مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را عبودیت و بندگی میکنیم و تنها در راه عبودیت از تو کمک میجوییم و استعانت میجوییم. لازمه کار خوب بندگی کردن، خوب از الله خواستن هست. به همین خاطر الله سبحانه و تعالی به ما آموزش میدهد. در سوره آل عمران آیه 8 میفرماید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. بار خدایا قلب ما را کج مگردان و منحرف مگردان بعد از اینکه به ما هدایت دادی. بعد از هدایت هم ممکن است فرد گمراه بشود. بعد از اینکه فرد هدایت شد ممکنه گمراه بشه. چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود جنت به شما از دمپایی شما نزدیکتر هست، از بند دمپایی شما به شما نزدیکتر هست بهشت، و همینطور دوزخ از بند دمپایی شما به شما نزدیکتر هست. با یک کلمه ممکنه فرد از این رو به اون رو بشه. فردی که راه بهشت رو در پیش گرفته با یک کلمه فقط جهنمی بشه. پس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه. همیشه انسان مؤمن دنبال هدایت هست. مغرور به هدایتش نمیشه، مغرور به عبادتش نمیشه، مغرور به التزام پایبندیش نمیشه. اصلا همیشه خودش رو مقصر میدونه، کوتاهکاری کردم، اینطور تعاملی داره. و الله سبحانه و تعالی به ما یاد داد که این گونه همیشه دعا بکنیم که ما را بعد از هدایت دوباره گمراه نگرداند. و رسول الله صلی الله علیه وسلم به شاگرد محبوبش و دوست داشتنیش معاذ بن جبل آموزش میده و میفرماید یا معاذ انی والله لاحبک فلا تدعن في دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ای معاذ به الله قسم که من تو را دوست دارم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به کسی بگه قسم به الله میخورم که من تو را دوست دارم. چه افتخاری بالاتر از این. بعد میگه چون تو را دوست دارم این دعا رو میخوام به تو یاد بدهم که بعد از هر نماز این دعا رو هرگز رها نکنی. کدوم دعا؟ بار خدایا کمکم کن بر این که همیشه بتوانم ذکر تو را بگویم و شکر تو را به جای بیاورم و عبادت تو را به بهترین وجه و احسن وجه به جا بیاورم و حسن عبادتک. نه اینکه عبادت تو را به جا بیاورم، بهترین وجه ممکن به جا بیاورم. از الله کمک. دعا این دعا آموزشه، هم در قرآن هم سنت به ما آموزش داد. و باز رسول الله صلی الله علیه وسلم که افضل الانبیاء والمرسلین هست، او که حظ و بهره شیطان از سینه‌اش در آورده شده است، او که با وحی در ارتباط است، یکی از عمده ترین دعاهایش و بیشترین دعاهایش طبق روایت این هست که یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ای دگرگون کننده قلب ها، قلب مرا بر دینت
ثابت قدم نگه بدار، ثابت نگه بدار. رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکنه که قلبش ثابت نگه داشته بشه. پس من و شما چقدر به این دعا نیاز داریم، ما چقدر به این دعا نیاز داریم که در این بره از زمان چقدر نیاز داریم که این دعا رو بکنیم. و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیث در صحیح مسلم هست، قلوب بنی آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء او يصرفه حيث شاء. حدیث در صحیح مسلم هست. قلب بنی آدم بین دو انگشت از انگشتان پروردگار هست. یقلبها کیف یشاء، هر طور که خودش بخواد اون را متحول می کند و تغییر می دهد. پس یا مقلب القلوب، ای کسی که قلب ها به دست خودت هست، دگرگون کننده قلب ها تو هستی. مرا و خانوادم و اهلم و جامعه‌ام را هدایت بفرما. دعا بکنیم ما را ثابت قدم نگه بدار. این دعا از خودش بخوای. این یکی از عوامل مهم و اسباب مهم برای استقامت است. دومین عامل اقبال بر قرآن هست، روی آوردن به قرآن هست، زانو زدن و شاگردی کردن قرآن هست، در خدمت قرآن بودن هست. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، هنگامی که آیات پروردگار بر آنها بر مؤمنین خوانده میشه ایمانشون افزایش پیدا میکنه. و الله سبحانه و تعالی در سوره فرقان آیه 32 علت قطع نازل شدن قرآن را این گونه بیان میکند. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا. کفار میگفتند که چرا قرآن یک باره نازل نمیشه، 30 جزش یک بار نازل نمیشه، چرا این گونه است؟ بعد از چند مدت که گذشت چند تا آیه، بعد از چند ماه که گذشت یه سوره نازل میشه. حالا الله سبحانه و تعالی دلیلش رو بیان فرمود. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا. ما قرآن را قطعه بعد از گذشت ایام و زمان نازل میکنیم چند آیه را تا قلب توی پیغمبر را ثابت نگه بداریم. كذلك لنثبت به فؤادك، فؤاد و قلب تو را تثبیت بکنیم. برای تثبیت قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم و تثبیت قلب مؤمنین هست. ورتلناه ترتیلا، و قرآن را با ترتیل تلاوت بکنیم. پس اقبال بر قرآن، چه از لحاظ تلاوت، چه از لحاظ حفظ قرآن، چه از لحاظ عمل به قرآن، میتونه به ما استقامت بده. سومین عامل مطالعه کردن داستان پیامبران و اصحاب پیغمبر رضی الله عنهم اجمعین هست که انسان اونها رو الگو قرار بدهد، عمل بکند. و الله سبحانه و تعالی در این رابطه فرمود و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک و جاءک فی هذه الحق و موعظة و ذکری للمؤمنین. سوره هود آیه 120. ما داستان پیامبران را برای تو بیان میکنیم، نه برای قصه سرایی، داستان سرایی، نه. لنثبت به فؤادک، برای تثبیت قلب تو و مؤمنان هست، برای استقامت بخشیدن به شما مؤمنان هست. و جاءک فی هذه الحق و موعظة و ذکری للمؤمنین، و در این بیان حق است و موعظه و پند و اندرز و نصیحت هست و تذکری برای مؤمنین هست در داستان پیامبران. از پیغمبر نوح گرفته تا ابراهیم و داستان موسی و یوسف و دیگر پیامبران عبرت گرفتنه. برای تثبیت راه اهل ایمان لازم هست که داستان پیامبران رو مطالعه بکنیم با تجزیه و تحلیل، نه اینکه فقط مطالعه بکنیم، فقط بخونیم، مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، در بیاریم ازش برداشت هامون رو. و عامل آخر که در عامل آخر این خطبه، مربوط به این خطبه هست، ذکر الله سبحانه و تعالی هست. ذکر کردن باعث تثبیت و استقامت بر راه ایمان می شود. انسان اهل ذکر باشه. الله سبحانه و تعالی در این رابطه فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. سوره انفال آیه 45. خب در این آیه الله سبحانه و تعالی فرمود ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که گروه دشمن را ملاقات کردید
و برخورد کردید در جبهه جنگ با دشمنان، فثبتوا، پس ثابت قدم بمانید، ثابت قدم بمانید و ذکر الله را زیاد بکنید تا رستگار بشوید. هم ردیف قرار گرفتن، ثابت قدم موندن در میدان جهاد با ذکر الله سبحانه و تعالی به چه معناست؟ اگر میخواهید در میدان جهاد که یک از میادین خیلی مهم هست در جهاد دیگه، برای استقامت اونجا استقامت لازمه استقامت در اونجا ذکر الله زیاد کردنه. اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ارتباط دو تا با هم. و ذکر یک عبادت خیلی مهم اما خیلی آسان و سهل هست. انسان در هر حالی میتونه ذکر بکنه، چه با وضو باشد چه بدون وضو باشد، چه در منزل باشد چه در بازار و محل کارش باشد، چه پیاده باشد چه سواره باشد، چه نشسته باشد چه خوابیده باشد، ذکر الله را میتونه با حرکت دادن زبانش، فقط به جای سخنان بیهوده گفتن، به جای غیبت کردن، به جای حرفای باطل زدن، زبانش رو به ذکر الله تر بکنه، مشغول بکنه. این باعث استقامت میشه، پایداری کردن میشه. عوامل و اسباب دیگر رو انشاءالله به حول الله و قوته در خطبه آینده دنبال خواهیم کرد. بارک الله لی و لکم بالقرآن و السنه و نفعنی و ایاکم بما فیهما من الآیات والحکمه. اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم لی و لکم و لوالدی و لوالدیکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه جواد